موضوعی به رسمیت شناختن برای هر کشور بسیار مهم است. امروز دنیا با هم وابسته است و دنیا من حیث یک قریه با هم جمع شده و منافع شریک در بودهای مختلف دارد. از اون لحاظ به رسمیت شناختن نظام بسیار اهمیت خاصی دارد. امارات اسلامی افغانستان بعد از اینکه در تحولات اخیر آمد و به پایان رسید، تلاش دارد تا امروز با تمام کشورها روابط خود را توانسته که داشته باشد، روابط خوبی را تامین بکنه به خصوص کشورهای منطقه و کشورهای همسایه و کشورهای دوردست. به شمول ایالات متحده آمریکا می‌خواهیم که روابط خوبی با کشورها داشته باشیم. در این راستا تلاشی که بر ما بوده انجام شده، ولی مسئولیت‌های جامعه جهانی هنوز باقی مانده که باید افغانستان را یاری بکنن و دستگیری بکنن و طبعا به رسمیت شناختن نظام کنونی در افغانستان به نفع هم افغانستان و هم به نفع جهان باشه. آقای مجاهد تشکر. شما گفتین که رفع مسئولیت کردین حکومت طالبان، اما جامعه جهانی به ویژه کشورهای منطقه حتی دوستان شما مثل پاکستان، روسیه، ازبکستان، ایران، قطر ایجاد یک حکومت همشمول، رعایت حقوق بشر به ویژه زنان و اقلیت‌ها را از شرایط اساسی به رسمیت شناختن حکومتتان می‌دانند. آیا فکر می‌کنین شما این مسئولیت رفع کردین و یا هم جنجال دیگه در پس پرده است؟ ببینید، ما که حرف میزنیم روی پرنسیپ‌های پذیرفته دنیا حرف میزنیم. خواسته‌های شخصی یا خواسته‌هایی که به معنای مداخله در امور کشورهای دیگر است، او را ما مطرح نمی‌سازم. اول شرایطی که یک حکومت به خاطر به رسمیت شناختن لازم است پورا کنه، او را امارات اسلامی افغانستان دارد. یک جغرافیای مشخص هست و همچنان امنیت تایی هست، یک نظام حکومتی پاسخگو که به مردم رسیدگی صورت میگیره هست. در تمام دنیا کشورهای مختلف نظام‌های مختلف وجود دارد، تعبیرات مختلف وجود دارد، همچنان فرهنگ‌های مختلف وجود دارد. جامعه جهانی بدون از اینکه امور داخلی یک کشور را مد نظر بگیره یا مداخله در امور داشته باشه که او حق جامعه جهانی نیست بلکه حق یک ملت است و در موردش تصمیم بگیرد، این شرایط را پیشنهاد کردن یا این شرایط را گذاشتن معقول و منطقی نیست. این شرایطی که بر ما میگذارن کدام کشور دیگر عملی است. شاید کشورهای مختلف در دنیا داریم این شرایط را ندارن ولی به رسمیت شناخته شدن. بنابراین ما با معذرت صحبتتون قطع میکنم، امیدوار هستم ناراحت کننده تمام نشه. شما میگین که این خواستای شخصی بیرونی است، اما خواست یک دختر که در افغانستان میخواد به صنف 6 مکتب بره، این خواست شخصی از اوست و طبیعی افغانستان است و یک دختر است که میخواد تعلیم داشته باشه. شما چرا مانع تعلیم دختران در متوسطه هستین و چرا نتونستین تا امروز شرایط برای تعلیم اونا مهیا بکنین؟ یکی از مشکلاتی که برای حکومت شما ایجاد کرده همی است که شما را جامعه جهانی به رسمیت نمیشناسه. شما برای دختران خودتان اجازه تعلیم نمیدین. این خواست بیرونی نیست. چرا؟ این خواست یعنی بیرونی نیست، این خواست داخلی است. این موضوع مردم افغانستان و دخترها و خانوارها و دختران خود ما است. این موضوع ایالات متحده هم نیست، موضوع ملل متحد هم نیست، موضوع دیگر ملت ها نیست. ما نمیگیم که به تعلیم اجازه نمیدیم. البته رسیدن به یک مرحله ای که با تعلیم مسئول زمینه را مساعد بسازیم حق یک ملت است. ما نه از جنگ و جنجال بیرون شدیم. دیگر کشورها هم که انقلابات را پشت سر گذاشته و جنگ بیرون شده و سالیان سال ادارات مختلفشان تعطیل بوده، مشکلات خود داشتن، ولی ما مشکلات زیادی را حل کردیم. کمی که در بعضی از نقطه‌ها مانده امید میره که حل شود، ولی این خواست مردم افغانستان و مسئله داخلی مردم افغانستان است. این به این معنی نیست که یک دختر اگر به مکتب نمیره باید افغان‌ها منزوی شوند، افغان‌ها حقوق جانیشان از دست بدن، اما دختری پس متضرر شود از اثرات بد اقتصادی وضعیت سیاسی. این معقول نیست. ما امیر بسیار به یک نکته اساسی اشاره کردیم. بسیار به یک نکته اساسی اشاره کردین و گفتیم که معقول نیست که اگر ما اجازه نمیتیم و یا هم فرصت فراهم کردن نمیتونین برای تعلیم دخترها که برن به مکاتب متوسطه، باید جهان متفاوت‌تر با شما برخورد بکنه. شما میگین که زمینه هم مساعد نیست. جنجالی که نمیتونه یک دختر به مکتب بره و حدود 1 سال گذشت از حکومتتان در افغانستان، یگانه علت اساسی به نظر شما چی است که نمیتونین یک دختر بگذارین به صنف 6 7 8 9 10 11 12؟ ببین، در یک مورد ما باید نپیچیم. موضوع به رسمیت شناختن از اثر مکتب نبوده. زمانی که مکتب‌ها از اثر کرونا تعطیل بود یا در بعضی ولایات آغاز از پانتون آغاز کردن، بازم کدام تغییرات مورد به رسمیت شناختن ما نمیبینیم. موضوع اصلی شما از دست نکنید، به یک موضوع بسیار کوچک نچسبید. این موضوع رو ما حل میکنیم، تلاش داریم، کوشش میکنیم که موضوع داخلی افغانستان است، راه حل مناسب برش داشته باشیم. خواهران ما بالای نظام حق دارن، باید در مسئولیت کامل با حفظ عزت و حرمتشان برشان زمینه تعلیم بهتر مساعد ساخته شود. تشکر. ما هم میفهمیم، ولی موضوعی نیست مطرح میتونه در کل موضوع در رسمیت شناختن است. این یک پیجی است، باید دنیا متوجه مردم نشان باشه. یک موضوع
تعلیم در افغانستان است، دیگه چیزا همه جور است. چرا باید که اتفاقا سر از او هم بحث میکنیم و از شما من در آغاز پرسان کردم که علت اساسی به رسمیت نشناخته شدن شما چیست؟ معول از خانم بارگزایی میخوایم بشنوم. صحبت‌های آقای مجاهد شنیدین. پاسخ شما با موقعیت گیری آقای مجاهد چی است در این بحث؟ سلام و نیکویی خدمت شما، مهمانتان و همه بیننده و شنوندگان عزیز. من فکر میکنم بحث مشروعیت یک نظام اونمو مؤلفه های ملی و بین المللی را ضرورت داره که امروز نظام طالبان فاقدش است. در قدم اول بحث به رسمیت شناختن یک نظام قبل از اینکه به بیرون از او توجه داشته باشیم و داخل، آیا نظامی که امروز طالبان حاکمیت در دست دارند این انتخابی است یا انتصابی؟ اینا مظهر اراده مردم افغانستان هستند و یا آمدن به اثر یک معامله سیاسی بر از اینا افغانستان واگذار شده. یعنی اینجا فقدان یکی از مهمترین و اساسترین نحو تعریف نظام خلایش دیده میشه که جامعه جهانی معلومدار در بحث و مشروعیت شناختنش دچار مشکل میشه. دوم، فراموش نکنیم که خب بخش عظیمی از کسایی که امروز در داخل افغانستان مسئولیت تامین امنیت دارند به عنوان وزرای کابینه طالبان یا وزرای سرپرستشان، اینا شامل لیست تعزیرات بین المللی هستند. سوم، تعریف از گروه طالبان حتی در موافقتنامه دوحه هم هیچگاهی به عنوان یک دولت نرفتن. اون موافقتنامه که اینا به اصطلاح به رسمیت شناخته شدن و مشروعیت گرفتن. سوم، چگونگی تعریف خود نظام در بین خود طالبان هنوز هم مجهول است، به این معنا که هر نظام حقوقی از خود دارای تعریف مشخص می باشه. بگم یه مثال، اگر جمهوریت است، اگر سیستم مرکزی هست، اگر فدرالی هست، اگر شاهی است، اگر شاهی مشروطه هست، اگر امارت است و یا خلافت، تعریف های خود داره از لحاظ همون ترمینولوژی و معیارهای بین‌المللی. متاسفانه نظام طالبان اینا فقط میگن ما یک امارت هستیم، اما چگونگی از امارت بعد از گذشت یک سال هم معلوم نشد. جایگاه امیر در چی هست، سیاست خارجیشان چیست، پالیسی اقتصادیشان چی هست، جایگاه مردم در این امارت چی هست. نه بر اساس قرائت‌های دینی این میتونه به عنوان یک حاکمیت مشروع شرعی حساب شود و نه هم در جایگاه حقوقی مدرنی که در دنیا رایج هست این برابر میاد. من فکر میکنم در کنار از اینکه محدود نمودن آزادی مردم افغانستان ابتدایی ترین حق، ما از یک حق بالا گپ نمیزنیم و تفاوت بین حق و امتیاز حتما جناب آقای مجاهد میفهمند. وقتی که ما حق زندگی میگیم، حق آزادی بیان میگیم، حق تعلیم میگیم، حق کار میگیم، این من حیث حقوق اساسی شناخته میشه، نه به عنوان یک امتیاز که از جانب طالبان و یا هر نظام دیگه سپرده شود و یا ازش گرفته شود. و می دلیل است که هنوز چگونگی جایگاه حقوق مردم افغانستان هم تعیین نشده، بر علاوه که با گذشت هر روز محدودیت ها بر از این حق وضع میشه و وضع از این محدودیت ها بدون شک سوالی کلان را میگذاره که بالاخره ما با کدام نظام و کدام کارشیوه مواجه هستیم. در کنار از این که بحث نفس و میان آمدن یک گروهی که یک تاریخچه بسیار طولانی به اثر جنگ دارند، همکاری با گروه‌های تروریستی دیگر دارند، این خودش هم نفس مشروعیت پایین میاره. در ضمن فکر میکنم من فکر میکنم با یک نکته اساسی شما اشاره میکنین و او عدم موجودیت ممکن نظام مشروع برای خود حاکمیت طالبان در افغانستان است. صحبت‌های خانم بارگزایی آقای مجاهد شنیدین. نکته‌ای که اینا برش اشاره میکنن او است که شما تا حال نتونستین در بین خود از تفاوت دیدگاه‌ها جلوگیری بکنین به خاطر یکی شورشگرایی است که شما او را هر رقمی که تعریف میکنین در مدت جنگی که با حکومت قبلی یا جمهوریت داشتین او بحث علایده بود، اما حال اداره یک نظام نیازمند به دستور و یا هم فرمان متحد داره و یا هم یگانه. شما چرا در این راستا موفق نبودین و چرا تا حال نتونستین تنها به خاطر واحدسازی فرمان کامیاب باشین؟ پاسختون برای خانم بارگزایی در این مسئله چی است؟ بله، من فکر نمی‌کنم خانم بارگزایی همچین چیزی گفته باشه. ما گفتیم بر صورت تحلیل خانم نظریات خودشان است، ولی اینجا باید از این بحث بکنیم که جامعه جهانی کدام مشکل را داره که به رسمیت نشناخته شده امارات اسلامی افغانستان داره. مشکلات در کشورهای مختلف وجود داره. برای عربی را شما مطالعه بکنید، برای دیگر دنیا را نظام‌های مختلف در اونجا حاکم است، ولی کسی نپرسیده که اینجا نظام چگونگی داره و آنها را شناختن من حیث حکومت مشروع. اینا بحثی اساسی است که جامعه جهانی مشکلشان چی است. یکی مشکل مردم افغانستان یا خود خواسته های مردم افغانستان است که خط شلایده است.
ما حق می‌دیم هم افغان‌ها را که باید نظر داشته باشند در چگونگی نظامشان، در چگونگی زندگیشان، در چگونگی این حق مردم افغانستان صحبت بکنن، پیشنهاد داشته باشن، خواست داشته باشن، بخواین خواستهای خود. یکی مشکل جهان است یا کشورهایی که نمیگذارن رسمیت شناخته شده امام قاسمی، اون چیزی نیست که شما اشاره کردین یا نیمان. البته چیزی که ما درک می‌کنیم این است که یک حکومتی را که واقعا مستقل کلی باشه و اختیارات به دست خودش باشه و همچنان سابقه واقعی اسلامی داشته باشه، به نظر ما میرسه که این تبعال را قابل پذیرش برای فرق نیست. در اینجا به میان آمده و کشورهای دیگر دنیا آنها هم نزاکت‌های خود را با غرب داره، به خصوص آمریکا، از اون لحاظ حال را نتوانستن که به رسمیت شناختن با وجود بیارن. ما در این مورد در مکالمه هستیم با دنیا، نشست هستیم، صحبت‌های داریم. از اونجا وانمود میشه که خواستهایی که اینجا مطرح میشه یا گفته میشه این چیزا مانع نیست. ما در دنیا نظام‌های مختلف رو می‌بینیم، حتی دیکتاتوری‌هایی رو می‌بینیم به رسمیت شناخته شده، نظام دیکتاتوری حکومت‌ها وجود دارن، کسی از اون پرسان نکردن، نه حقوق کسی را کسب کردن. ولی اصلی موضوع اساسی ما درک می‌کنیم این است که دنیای غرب تا به حال آماده نشده که یک حکومت اسلامی مستقل را در خطه زمین بپذیرد. این باید این ذهنیت رو ما تغییر بدیم. ما در مکالمه هستیم که یک نظام اسلامی واقعی خطر برای هیچ کس نیست. حق یک ملت است در خود یک نظامی داشته باشه، این حق باید پذیرفته شود. و این مطالبات دیگری که در برای صحبت‌ها میشه، ما بازم تاکید می‌کنیم موضوعات داخلی افغانستان است. این موضوع نیست که برای ما خط سفر. آقای مجاهد، پیش از اینکه من برگردم به خانم بارگزایی، دوباره تکرار میکنم، حق تمام جهان امروز در مورد حق از دست رفتن تعلیم دخترها در افغانستان صحبت میکنه و اتفاقا شما فکر میکنیم که بسیار یک بحث کوچک است بر جهان که نیست. سازمان ملل متحد، کشورهای جهان، حتی کشورهای دوستان که در اول یادآور شدم ایره مطرح میکنن و شما میگین که محیط مناسب نیست. ما از زمانی که در افغانستان زندگی کردیم و تا امروز هیچ وقت ندیدیم که محیط برای یک دختر صنف 6 یا 7 مکتب در افغانستان نامساعد بوده باشه، مگر اینکه جنگ و یا هم آتش سوزی در حد ممکن باشه. شما میگین که امنیت کاملا تامین کردیم که بحث امنیتی هم خاتمه پیدا میکنه. دخترها همیشه در مکاتب متفاوت از بچه‌ها درس می‌خواندن، صنفایشون متفاوت بود، تایمشون متفاوت بود. اگر امکان وجود نداشت بچه‌ها به یک تایم درس می‌خواندن، دخترها به یک تایم. اگر فکر می‌کنین که با حجاب نمی‌رفتن به مکتب، دخترها همیشه به مکتب با حجاب رفته. و اگر فکر می‌کردین که یونیفرم نداشتن، دخترها همیشه یونیفرم داشتن، چادر سفید، لباس دراز سیاه به جانشان بود. حالا پندار ای است که گویا شما به خاطر استفاده ابزاری برای اعمال فشار سر جامعه جهانی در تعامل به خاطر به رسمیت شناخته شدنتان امی بحث بدون بالا میکشین و درازا میکشین. آیا این حقیقت داره؟ اگر نداره، شما اگر نمایندگی کامل از افغانستان میکنین و از تمام مردم، شما همین کوچکترین مشکل حل کردن نمیتونین. میشه که بعد از اون ادعای شما که جهان نمیخواد یک حکومت اسلامی مستقل بپذیره، چرا میره حل نمیسازین؟ چرا نمیگین که حالا همه چیز مشکل حل شده؟ چرا همین نمیشه حل؟ اول خب باید بگم که تحلیل شما بازم میگم درست نیست. این موضوع را شما نوت بکنین، امرایتان تعلیم هم آغاز خواهد شد، مکاتب هم آغاز خواهد شد، ولی بازم موضوع به رسمیت شناختن اما قسم مانده خواهد بود. اتفاقا آقای مجاهد، من میخوام امیر تصحیح کنم که تحلیل من نیست، پرسش است و اتفاقا بحث است که در دنیا وجود داره. هر کسی همین تحلیل و همین بحث که میکنه درست نیست. موضوع را باید اساسی فکر بکنیم. در تمام ولسوالی هایی که جنگ وجود داشت، ما 20 سال مکتب نداشتیم. 20 سال در اونجا به میلیون ها مردم زندگی می‌کردن، عام از اطفال، بچه‌ها. متاسفانه آقای مجاهد تماسش با ما قطع شد. همکاری تکنیکی میشه که اصلا آقای مجاهد با ما؟ آقای مجاهد با معذرت صحبت با شما قطع شد، ادامه بدین لطفاً. سال جنگ وجود داشت و تعلیم در اونجا حضور نداشت یا وجود نداشت، مکاتب وجود نداشت، مدارس وجود نداشت. در اون ولسوالی ها امارات اسلامی افغانستان امسال توانسته که مکاتب را احیا بکنند، اطفال را به مکتب سوق بدن، به مدارس سوق بدن و ساحات جنگی کاملا زیر پوشش تعلیم قرار گرفته. 1% بسیار کلان است. همچنان پوانتون ها جریان داره تعلیم در تمام پوانتون ها. در مکاتب هم بالا از سمت 8 تا 12 در بعضی ولایات هست. در بعضی ولایت هایی که ما مشکلات محیطی و بعضی از علمای کرام را داریم که باید حل شود، این یک مسئله مقطعی است. ما را انکار نکردیم که تعلیم باید نشه. در این بحث جریان داره و اما شکوایی که بعضی از اشخاص، بعضی از متنفسین، بعضی از علما در این بخش دارن، باید توحید شود، شکوایی وجود نداشته باشه. ما باز این موضوع را حل میکنیم. ولی اصلا این تصور درست نیست که ما موضوع تعلیم را به خاطر از این اجازه نمیدیم که فشار علیه جامعه جهانی و این معقول نیست. خود اطفال خود به خاطر جامعه جهانی باید ما از تعلیم محروم بشیم. تشکر آقای مجاهد. ما بازم میگم موضوع اصلی و اساسی به رسمیت شناختن موضوع تعلیم نیست، موضوع بسیار بزرگتر از این است. چی است موضوع بزرگتر آقای مجاهد؟
بازم میگم غرب فکر کنونی که داره نمیخواد یک حکومت مستقل اسلامی را در خطه زمین داره ببینه. همین علت اساس. اگر با فردا هم این موضوع با حل شود، این موضوع رسمی شناختن اصلا. آقای مجاهد، من سوال دیگه هم دارم ولی بر خانم بارگزای توسل میکنیم. اتفاقا شما گفتین که در زمان جنگ بیشترین ولسوالی‌ها فاقد موجودیت مکتب بود که اتفاقا تقصیر از شماست، شما جنگ میکردین. جنگ باعث شده بود که مکاتب بسته شود و حالی که مکاتب باز شده. چرا تقصیر از اشغال آمریکا نمیدونیم؟ تقصیری نبود که آمریکا جای اشغال کرده بود، بمبارد وجود داشت، جنگ وجود داشت، تحلیل باز نادرست. اما در 20 سال مذاکرات صلح براتون پیشنهاد میشد. خب بحث کلانتر است که میشه امروز صحبت بکنیم در موردش. و عالم که امنیت آمده، من فکر میکنم که یگانه طرفی که جنگ میکرد شما بودین و باید امنیت وجود داشته باشه که هنوز هم سوال وجود داره. امنیت سرتاسری وجود نداره، حملات انتحاری و دهشت افکنی در داخل شهرهای بزرگ وجود داره و اگر امنیت هم تامین شده در شهرهای بزرگ، چرا مکاتب باز نیست؟ شهرهای بزرگ مثل کابل، مزار، جلال آباد، قندهار. به هر حال خانم بارگزای، صحبت‌های آقای مجاهد را شنیدین. به خاطر توحید انظار علما و مشکلات بسیار کوچک مکاتب برای دخترها باز نمیشه. یک نکته بود. و دومی که ایشان معتقد هستند که عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت تنها بحث تعلیم دختران نیست و غرب نمیخواد یک حکومت مستقل اسلامی را در افغانستان و یا هم دنیا به گفته آقای مجاهد بپذیره. نظر شما در این مسئله چی است؟ تعجب میکنم در صورتی که ما هیچ نوع تعریف از حکومت یا حاکمیت و یا هم نظام طالبان نداریم. غرب چی شک کجا به رسمیت شناختش؟ من متاسف هستم که اینا هنوز هم نتونستن درک کنن که تعریف درستی از نظام خود اینا ندارن، تعریف حقوقی ندارن، تعریف بین‌المللی ندارن، معیارها را پوره نکردن، مشروعیت ندارن، رسمیت ندارن. حتی ابتدایی ترین بحث که بحث چگونگی باز شدن درهای مکتب برای دختران هست، امو حق و امو فرضی که باید ادا شود، حتی پاسخی در برابر امی ابتدایی ترین خواستم ندارن. و تعجب میکنم که ما فکر میکنیم که هر چی را ما میگیم درست است. و اگر طالبان به می دیدگاه پیش برند، بدون شک افغانستان اینا به قهقرا کشاندن و بالاخره بر محو افغانستان اینا دست به دست هم میتن. خانم بارگزای، با معذرت، ما اتفاقا شما به یک نکته بسیار اساسی اشاره میکنیم. من میخوایم از شما پرسان بکنم. شما دیپلمات افغان بودین، شما نماینده مردم در بولسی جرگه بودین و از تیر زمانی که ما شما را میشناسم روابط بسیار نزدیک با رهبری افغانستان داشتین، با رؤسای جمهور. آقای مجاهد به یک نکته اشاره میکنن. ولسوالی ها در ولایات افغانستان فاقد یا هم فاقد داشتن مکتب ها بود، جنجال وجود داشت. من میخوایم از شما اینو پرسان بکنم. شما میگین که طالبان افغانستان به قهقرا میبرن، اما فکر نمیکنین شما سردمدارای حکومت پیشتر که عامل فساد، عامل مشکلات جدی‌تره که باعث شد نظام تضعیف بکنه و اعتماد مردم به نظام تضعیف بکنه و حال این بحث که شما میکنین که طالبان ممکن افغانستان رو به قهقرا ببره، امی زمینه را مساعد کرد. ملامت اصلی کسایی که شما هم بودین نیستین و اگر امکان میداشت و برمیگشتین به زمان گذشته، مکاتب غیابی، معلمین غیابی، شاگردای غیابی، اساکر غیابی، فساد در آخرین مرحله، نخستین کشور در فهرست کشورهای فاسد جهان، 20 سال تمام کمک‌های جامعه جهانی که جناب آقای مجاهد و یا هم حکومت طالبان او را اشغال مینامند وجود داشت. حالا بسیار ساده است که بگوییم طالبان به قهقرا میبرن که من اینو نمیخوایم توجیه بکنیم و یا رد، اما آغاز رفتن افغانستان به قهقرا فکر میکنین حال است یا از گذشته آغاز شده؟ و اگر شما به زمان برگردین چه کاری میکردین که امروز نمیشد دخترتان، خواهرتان از رفتن به مکتب باز میماند؟ افغانستان زمان به قهقرا کشانده شد که جنگ‌های افغانستان از جنگ ملی و میهنی به عنوان پروژه‌های بزرگ قدرت‌های دنیا مورد استفاده قرار گرفت. افغانستان زمان به قهقرا کشانده شد که دین وسیله بود، نه برای اعتقاد بلکه برای کسب قدرت، ماندن در سیاست و پولدار شدن. افغانستان زمانی به قهقرا کشانده شد که دیگر مردم افغانستان تعیین کننده سرنوشتشان نبودند و متاسفانه توسط قدرت‌های چی غرب چی شرق مورد استفاده قرار گرفت. مشکلات 20 سال گذشته را که شما یادآوری کردین و ازش نام بردین، چه تغییر امسال آمده بود؟ هنوز هم افغانستان در جمله کشورهای فاسد هست و بدون شک فراموش نکنین یکی از مؤلفه‌های کشورهای جهان سومی فساد هست، فساد اداری. هیچ کس نمیتونه از این انکار کنه. دوم، وقتی که بحث از مکاتب خیالی گفته میشه، بحث از اساکر خیالی گفته میشه، بهتر است که از مسئولینش این سوال باید مورد پاسخ قرار بگیره و اونا باید جوابگو باشن از عمل کردشان. من که نماینده ملت بودیم و به خاطر اصلاحات کار کردیم، نتیجه کار من، نتیجه ثمر من
نتایج مثبت بوده. قانون ساختیم، عدم تطبیق قانون یکی از چالش ها بوده. وقتی که ما بحث از داشتن یک حاکمیت قوی را میگیم، حاکمیت قوی مؤلفه اصلیش ملت بیدار و مسئول هست. بر من هم در داور بوده که ملت ما وکیل بی سواد را معامله‌گر. اجازه بدید اگر این وقت شما مساوی تقسیم کنین شاید خوب باشه. در غیر از او اگر شما و آقای مجاهد بیشترین صحبت کنین، پس منه که میخواین ما بگویم که چرا ما زمینه تعلیم برای دختر و فرزند و نواسه و خواهر خود برابر نکردیم، زمان بر من نمیمانه. ما میخوایم برتان بگویم به طور بسیار واضح و فشرده در جریان 20 سال گذشته با تمام نواقصی که افغانستان چی دونر داشت و چی نظام داشت و چی هم مصلحت‌های سیاسی در افغانستان داشت و چی هم مشکلاتی که ملت داشت، هر 4 مشکل با هم یک جای بود، اما با آن هم یک افغانستان بود که به پیشرفتش بود، یک افغانستان بود که تعلیم وجود داشت، یک افغانستان بود که کار درش وجود داشت، یک افغانستان بود که در خانواده بین الملل می‌درخشید، یک افغانستان بود که با کوچکترین امکانات ما دیدیم که بزرگترین دستاورد داره، چه در عرصه علم، چه در عرصه فرهنگ، چه در عرصه ورزش و چه هم در عرصه اقتصاد میتونستیم داشته باشیم. اما متاسفانه شما به عامل جنگ و خشونت و فساد اشاره نکردید. من فکر میکنم من هیچ گاهی که اگر به زمان گذشته برام چی رو میخوایم تغییر بدیم، از 1 دقیقه داریم خانم بارگزایی. ما شاید سختانه تر از گذشته من حیث یک زن حقوق زنان را بیشتر از پیش در قانون اساسی توجیه میکردم و دولت عسکری را به عنوان یک اصل ملی بر همگانی میساختم تا حب وطن در سینه مردم جای میگرفت و فساد نمیبود و وطن فروختن. خانم بارگزایی تشکر از صحبتتان. امیدوار هستم که وقت کافی بوده باشد. ما کوشش کردم که وقت متوازن تقسیم شود. آقای مجاهد منیس، آخرین پرسش کوتاه در 30 ثانیه. تعهدتان بر مردم افغانستان این لحظه چیست و برای رفع مشکل مردم افغانستان و به خاطر از اینکه شما فکر میکنین حکومت باید شما را به رسمیت جهان باید به رسمیت بشناسه، چه تعهد دارین، چی میخواین بکنین؟ اولی ما تعهد کامل داریم به پیشرفت افغانستان و آبادی افغانستان. افغانستان دیگر کشوری مفسد نیست. در هیچ فهرست بعد از 11 ماهی که ما آمده ایم نامده که افغانستان مفسد باشه. کاملا لانه‌های فساد از بین رفته، اشغال از بین رفته، عوامل